تبریک میگم. از امشب شما نگهبان شب قطعه قدیمی بهشت زهرا هستید. اینجا جاییه که سکوتش بیشتر از هر چیزی حرف برای گفتن بده. وظیفه‌ات ساده است. نیازی نگران باشی. فقط این چند قانون رو باید رعایت کنی. قانون اول: اگه دیدی چراغ کوچیک اتاق سردخونه روشنه ولی کسی داخل نیست، یه پرونده خاک گرفته روی میز بازه، بهش دست نزن. اون پرونده مال نگهبان قبلیه، هنوز برنگشته، شیفتش رو تحویل بده. قانون دوم: اگه ساعت 2:30 شب دیدی روی یکی از سنگ قبرها شمع روشنه، نزدیک نشو. اون شمع اگه خاموش بشه اونجا جای توه. فقط از دور یه فاتحه بخون و رد شو. قانون سوم: اگه از بلندگوی قدیمی کنار مسجد صدای اذان شنیدی ولی ساعت اذان نبود، سرتو بالا نگیر، چون اون صدا برای کسی که از جاش بلند شده و هنوز برنگشته. باید راهش رو با صدا پیدا کنه. نزدیک صدا نشو، فقط بشین تا تموم شه. قانون چهارم: اگه صدای پیامک از گوشی خاموش روی میزت شنیدی، روی صفحه نوشته شده بود نگهبان بعدی آماده است، بدون که نوبتت نزدیکه. اگه جواب بدی دیگه نمیتونی از این قبرستون خارج شی. اگه سوالی داشتی فالوم کن. موفق باشی.